سلام دوستان، وقتتون بخیر. خوش اومدین به کانال یوتیوب من لیما هستم و امروز میخوام با شما در مورد این کانال و موضوعاتی که قراره با هم بررسی کنیم صحبت کنم. قبل از هر چیزی میخوام بهتون بگم که من خودم با این تکنیک ها به خواسته‌هام رسیدم و باور دارم که شما هم میتونید با قدرت ذهن و کمک خدا به خواسته هاتون برسید. خدا بزرگترین قدرتیه که هیچ چیز نمیتونه جلوش رو بگیره. این کانال کامل ترین مرجع برای یادگیری فنگشویی، پاکسازی انرژی، قدرت ذهن، شمع تراپی، چاکرا درمانی، خواص سنگ ها و مدیتیشن هست. ما اینجا با هم یاد میگیریم چطور میتونیم از این ابزارها استفاده کنیم تا انرژی مثبت رو به زندگیمون جذب کنیم و به آرزوها و خواسته هامون برسیم. فنگشویی یکی از موضوعات جذابیه که به ما یاد میده چطور با تنظیم انرژی محیط اطرافمون زندگی بهتری داشته باشیم. میدونستین که فقط با تغییرات کوچیک در محل زندگی یا محل کارتون میتونید انرژی مثبت رو جذب کنید؟ من در ویدیوهای آینده نکات ساده اما کاربردی رو به شما یاد میدم که بتونین باهاش به نتیجه های خیلی خوبی برسیم. شمع تراپی یکی از روش‌های جالبیه که با روشن کردن شمع‌های خاص و استفاده از رنگ‌ها و عطرهای مختلف میتونه بهتون کمک کنه که انرژی هایی که نیاز دارید رو جذب کنید. باور کنید که این کار میتونه تاثیر خیلی فوق‌العاده‌ای روی زندگی شما بذاره. موضوع بعدی چاکرا هست. چاکراها مراکز انرژی بدن ما هستند و وقتی که این مراکز متعادل نباشن ممکنه که ما احساس خستگی کنیم یا احساس استرس کنیم. من تکنیک هایی رو به شما یاد میدم که با کمک اونها میتونید چاکراهاتون رو متعادل کنید و به آرامش درونی برسید. همچنین خواص سنگ ها، هر سنگ انرژی خاص خودش رو داره و میتونه به ما کمک کنه تا به خواسته هامون برسیم. در ویدیوهای آینده در مورد خواص مختلف سنگ ها هم بهتون اطلاعات میدم. مدیتیشن یکی از بهترین روش ها برای آرامش ذهن و تقویت تمرکزه. با چند دقیقه مدیتیشن در روز میتونید استرس رو کاهش بدین و ذهنتون رو برای جذب آماده کنید. من چند موضوع اولیه برای ویدیوهای بعدی آماده کردم، اما اگر شما هم دوست دارید یه موضوعاتی به من بگید که با هم در موردش صحبت کنیم، توی کامنت ها به من بگین. من خیلی دوست دارم نظرات و پیشنهاد شما رو بشنوم. در نهایت بهتون بگم که